پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده بچه در سن 7 سالگی به نماز تشویق کن، در سن 10 سالگی اگر نماز نکن کتکش بزن و در سن 10 سالگی خوابگاه 2 پسرت و 2 دخترت جدا بکن، کنار هم نخوابن، روی یک دوشک، روی یک رخت خواب، روی یک تخت، زیر یک لحاف، زیر یک پتو، زیر یک چادر. 2 پسرت وقتی به سن 10 رسیدن، یکی 9، یکی 10، یکی 10، یکی 11، 2 پسرت حق ندارن روی یک دوشک بخوابن. پیامبر گفته خوابگاهشون رو جدا بکن تو سن 10 سالگی. در سن 7 سالگی تشویق به نماز، در سن 10 سالگی اگه نخوندن کتکشون بزن و محل خوابشون جدا بکن. چون شب بچه وسوسه میشه و حتی تاکید شده به پدر و مادر که گاه وقتی شب 1-2 ساعتی خوابید بیدار بشه، بره نگاه بکنه که پسرش و دخترش و پسرش و پسرش که جدا خوابیده بودن کجا خوابیدن، دستش کجاست، پاش کجاست. خیلی وقتا شب میخوابید دیگه بلند نمیشید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی میری به فراش خوابت، خواب برادر مرگه، این دعا رو بکن: بسمک اللهم اموت و احیا، به نام تو ای پروردگار میمیرم و زنده میشم.